به وقت رپ همه چی شروع شد. امیر ادیب 24 بیا. یه مدت رفتم من تو فاز پیش رو، تو نهایت دیدی چند تا از خوبای بیک شو. انقدر که رپ میکنم طرفم یهویی گیت شد. ادامه بده وگرنه ادامه داره. هی روزای بی تویو مرسی دردی به زمین چون تو ماه دیر شد. میشم یه رو قوی تر از امثال امیر خلوت. فعلا تو سایه میرم تا یه وقت نبینن، اما مجبوریم بزرگ را بریم چون امیر بچه‌ست. قدرت ادیبه که تا الان زمین امیر نزد. وقتی همه چی باطل شد لرز کردم، عطسه کردم به وقت پلی مرز همه چی جالب شد. رفتم پس مرحله بدم تو قره تاریکی همه چی ساقط شد. رگبار نورانی لحظه تقدم گوش باسکو رسیده وقت رپ، حتی خانه ترشمون با یه خط برد. به یه نور رفتم توی دل شب، تهش نور روشن شده توی دل من. تازه جون میگیره وجود من ته خط، مثل سربازی که سپر لب مرز. بدون این مفخوری واسه بد مرد، حالا وقت خوابیدن توی حبس. خوب بخوابی خوابای من، نور بشکافی جانان من. خوب بشتاختی سالار حق، توی خاک تاریکی باید باشه یه قلب شیر. واسه قول تفکر همه تو شست زر بشین. اگه اسکلتت باشه ساخت چین میشه پرو پیدا. فنی نقص گیر من مشغول ظرفه ولی مغز مشغول رفه. میگن جه ترکیب بالا مشمول نره داشتم مینوشتم. گفته ورقه با وجوده همه کلمه بازم محموله. کمه اینجا فرق میکنه کسی که محبوب بخر، کسی که معروف خف، کسی که مقرود حق، کسی که نمونده کفه. به زودی فاصله منو بالا رو با چسب کم میکنم. من بس نبودم بعد بس میکنم. فاصله چند قدمه ولی از قصد میدوام درصد آدمو 90تاشون نصب بی خودم. بازدم مرگ همیشه پشت سرمه. با چه حس بنویسم نگه خوشی که قلمت هر حرفی بزنم میگه خودش یه فوش غلطه ولی کل ورقه عجینه با معنا. گلد کلمه نه مثل این روزا فقط پرن خندقه. آدما عجیب تر از لحنم، حرفامم سنگین تر از وزنم. یه زی چندین در زد تنم پر کبودی، اما گفتم برو اینا هنو هست کمتر. همه اینا رو گفتم چون وقت رفته. اگه حک نکنم تکسم در لحظه رفته. توی خونه جمجمم دیگه قحط برقه ولی مهم نیست تو نور شم می نویسم. اینم عهد منه، اینم عهد